اگر دردی کند جانت فقط مادر می سوزد به شمعی قلبی سوزاند فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی دل پریشانم فقط مادر می سوزد مسافر گردی و تنها در این دنیای پر غوغا حبیبی دل پریشانت فقط مادر می سوزد قسم تا روزی پدرودش در آتش هوای جانی خویش به تو تنها دعا خواند فقط مادر می سوزد اگر یاری تو اغیار شد اگر ناآمدی کار شد. السلام علیکم دوستان عزیزان، امروز ما قرار داریم در چهره طربخانه برای تبریک کردن جشن زادروز نگار آیتی. از مسافرت از نام خدایشان، از نام استاد آیتی، از نام ماهتابانه تبریک میگویم. لحظه های خرسندی را پیشکش میکنیم برای شما. با ما باشید و آغاز میکنیم. رفتیم. برای احترام مادر تمام سختی ها بیگذشت آتش روزم برای عزیزان، امروز اولین روز بهار است. برای ما التماس کردند که نگار آیتی هم جشن زادروز دارن، یک تشریک تبریک کنید. برای نگار آیتی یک صمیمانه قرصک میزنیم، پیش آمد تکلیف میکنیم. مرحمت. نگار آیتی بیاد با ما نزدیکتر. زادروز مبارک. مرحمت. درگاهی خدا آزاری نبودم خداوندا نگهدار مادرم را. نگار آیتی زادروز مبارک. روز تولد را امروز روز شکرانتان را مبارکباد میگویم. مولد خجسته مبارک باشد. امروز شما را از نام خدا پادشاه که پاره قلبشان را ماهواره خاندانشان را برای شما تحفه ساختند. امروز شما را از مسافرت از نام استاد آیتی، از نام مادرشان مهتابانه، از نام کلید پاشه‌تان، از نام اهل فرزندان صدقت تبریک میگویم. گفتن برای انهمان دختر نازنین و نازدانه ما دومین مادر شدند. مادر عروس نه مادر شدند. خدا را شکر که با چنین شخصیت انسانها ما رشته خداگاهی را پیوست کردیم. همیشه صحت سلامت باشند و در سر همین فرزندان ما دعاگوی شده، سر و بر شده، در سر نبیره ها، در سر گوهاره نبیره ها یک جایه الله های ناز را خواندن ما نصیب کند. گفته از مسافرت از نام استاد آیتی شما را صدقت تبریک میگویم. برای مادر چقدر شعر گویم به عرض نگار آیتی میگویند باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم، مهر بیمانند او را سالها پروردم، مینهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. بگذار خاندانتان پر از نبیره باشند. شما باشد آنجانی زیبا و جوان نبیره ها شدن، در سری همان نبیره ها دعاگویش گشتن نصیب کنند. نگار آیتی زادروز مبارک. از نام خانواده استاد آیتی مهتابانه همین دستگلی زیبا را تقدیم میکنیم. مرحمت. زادروز مبارک باشد. مرحمت. مبارک باشد. مادر چنین شخصیت بود است که تمام شاعران، تمام نویسنده ها برای مادر اینقدر شعر و ترانه ها نوشتند. میگویند مادر تو شعر بهترینی من، تو عطر یاسمینی من، تو ماهی نازنینی من، خدایی در زمینی من. ایا مادر فدایت من،
بمیرم من برای تو نآید کس به جای تو همه دنیا نمی ارزد مگر خاک پای تو ایا مادر فدای من فدای قدم های شما گردیم مادران چنین انسان بودند که در مابین هر دو دنیا ایستاده ما فرزندان را به دنیا می آورده این شخصیت نامش نام بزرگش مادر است روز شکرانه تا مبارک باشد ما باشد میخواستیم در این لحظه های خودسنجی شیرینی را نزدیکتر بیارن و از آن برید بعد از آن باشد سخنهای بهترینی نزدیکانتان را میشنویم برای شما مرحبا Льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы. یک جویا مرحبا وقت بالا دارید شما یا Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый, на дом рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли глаза сжигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. مبارک باشد محتمانا دعا اینه که پیران مستجاب است میگوید دعا کنید مانند شما صاحبی نبیره داماد و نبیره کیرین شود ایزی قدم های مانند شما مادرانی کهنسال را زیر کرده گردن و از رویشان چنین زیبایی دور نگردد مرحبا السلام علیکم مهمانان گرامی شما دیدم امروز دام نگاروای 52 سالگیشان روزی روزشان تبریک و تهنیت میکنم اینوی 100 سالش خیلی مهم و خیلی افریدیم به همه وقت سایه باشه گردید سینگاری من تاکی میبره اینوی 100 السلام علیکم همه کتون و مهمان خوش آمدید من امروز نشستیم سبب چیش کلی نمو زنی دادرم که اینجا کلی نمو نگوره های الهیم 100 ساله شوند همین خیر روزه کمال شود حضور و حلاوت سیت بچه شونه بینن فرزنده کشون هم میکش دختراشون هم پسراشون هم حواس میکدگی الهیم اپیشته که همینا که کتی دوران دیده قشه پیری به دولت شود این خیل و ایدگاهی رمضان این خیل بهارهای بسیارش بینن الهیم 100 ساله 120 ساله شده حضور حلاوتی دنیای حضور حلاوتی بچگاهشون دیده پیری به دولت دعاگویی پیش که خودی بچگاهشون شده شنن الهیم حاجی آنه شوند حاجی بابا شوند دادرم که رفته عمره ها با زیارت کده بیان الهیم فقط انم که رزقای نغز شما محال لنده شیم 100 ساله شویم حاجیانه شما فاطمه این که زهرامی ها؟ راستی افتیمه شما اینتا تبریک کنید السلام علیکم مهمانکوی عزیز خوش آمدید تا نوری دیده تاجی سر من نکیتی تازه فرمستم خوش اصلا نرفتنش نیست سرود شب برای شمایان ماه شریفی رمضان اولین روزی فصل عروسی سال مبارک باشد نگارایتی زیبایی شما را همیشه ترک نسازد و زیباترین زنی دنیا شده گردید مرحمت سرودهای شب برای شمایان مرحمت Yori
Shut up.
شبیمم یک رنگ باشم روز شبیمم اشکبی ما هم شیشه ایرم ما باشم از زیبا روز شبی ما آبیشی زیبا روز شبیما خدا رو سر کنه شب و سهر کنه نبیدو یارا از سر بدر کنه نبیدو یارا از سر بدر کنه عزیزان نگارایی‌ها را در روز خورسندی از نام اهل خانواده تبریک کرده لحظه های خورسندی شادیانه را پیشکش شما کردیم و با ما باشید. خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.